خواهش میکنم از دوستان، من چون احساس میکنم این احساس منه، بعضا وقتی سوالاتی مطرح میشه دوستان فکر میکنن ما عداوتی داریم، دشمنی داریم. جالب اینه که ما دم از حقوق بشر دموکراسی میزنیم، باید سیاست داشته باشید جمهوری اسلامی، چرا باید شکنجه کنید، چرا وقتی به خودمون میرسیم وقتی سوالی میکنیم دیگه میشیم عزیزان شد بعد. چرا؟ چون انتقاد کرد، چون حرف زد. تو همین جمهوری اسلامی من حرف زدم، الان در بدرم تو همین آمریکا وقتی حرف میزنم در اپوزیسیون میشه عزیزان بعد. آقا این خطرناکه، مواظب باشید. حالا من سوالمو مطرح کنم چون میترسم وقت نرسه و از اونجا وقتم. جناب آقای عبقری گرامی، با این مقدمه‌ای که عرض کردم 15 سال پیش بنابر شاهدان عینی که وجود دارن و اگر شما قبول نکردید من چون مستند حرف میزنم شاهد و احضار خواهم کرد، البته اینجا دادگاه نیست فقط برای افکار عمومی، شما خواهش میکنم برای اجازه بدید سوالم تموم بشه، برای انتخابات ریاست جمهوری خاتمی صندوق میگذاشتید. میخوام بدونم شما چگونه به این تغییر و تحول رسیدی که اکنون این نقطه یه دانشجوی ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمیداره، باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه، تموم میشه کار علی تو دل یه دور جری، وای تو جامش رو کردم نازر کشیدی به ناگه، از کنارم هر کسی به دانه عشق مادرانه، به آن اندیشه های جاودانه، به قطر خون عشق سوگند. سالی که پر از بغض از برق جنون، سال کامل عشقمون، سال یه دست خرگ تفسیر ساکون رفتیدیم و چپ آقای کلبی با همون ادبیات برگشت به دوران طلایی امام الان کجا هستن؟ الان توی بازداشت خونگی هستن. خواهرزاده میرحسین موسوی کشته شد، خواهرش زندانه، برادر خانم رهنورد رفت زندان، خواهرزاده‌اش زندانه. خب اینها هزینه نیست؟ همپای این مردم هزینه دادن. ما از داخل کشوری ها باید بر مبنای فضای داخل کشور انتظار داشته باشیم ادبیاتشون رو. نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل آقای رضا پهلوی بیان صحبت بکنن. آقای رضا پهلوی اینجا پیش ماست. نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل مریم رجبی حرف بزنن، ایشون فرانسه است. مثل ما هم نمیتونن حرف بزنن. ما حتی زندانیان سیاسیمون، خانواده هایی که کشته دادن، ادبیات اینها رو میبینیم توی مصاحبه هاشون با ادبیات مایی که خارج از کشور هستیم زمین تا آسمون تفاوت داره. پس اگر آقای موسوی میگه برگردیم به دوران امام، اینم در نظر بگیریم یک فضای کشوری که درش وجود داره نمیخواد هزینه رو بالاتر از اون ببره. دو این یک نوع تاکتیکه. من یه مثال میزنم. ما کمپین قانون بدون سنگسار رو راه انداختیم. اگر می اومدیم از همون اول میگفتیم که خاک تو سرتون دارید آبروی ما رو میبرید و اسلام وحشیه، ببخشید دهن ما هم سرویس میکردن. ما رفتیم با زبان خودشون باهاشون حرف زدیم، از خودشون بهشون زدیم. اونا میرفتن یه مرجع تقلید میآوردن میگفت سنگسار توی اسلام هست، ما میرفتیم یه مرجع تقلید پیدا میکردیم باهاش میومدیم میگفتیم فلانی گفته توی اسلام سنگسار نیست، مال توراته، مال یهودیات که اجرا نمیکنن. یعنی داخل کشور آدم وقتی داره مبارزه سیاسی میکنه، تاکتیک‌هاش، نوع ادبیاتش بر مبنای فضای داخل کشور هست. استانبول
خواستهای ابتدایی خودشون همون چون انسان زندگی کردن است برسن. نه تنها بزرگترین هیچ ملتی نیست که در یک سده دو تا انقلاب کرده باشه، در دنیا سابقه نداره و با پرداخت چنین هزینه‌ای برای دموکراسی و آزادی الان نه تنها آن دستاوردهایی رو که در انقلاب مشروطه داشتن به دست آوردن، بلکه آمدن نظام فرمانفرمایی آخوندی آنچه را که در 100 سال پیش به دست آوردن با آمدن اینها روی کار از دست دادن. در حقیقت وقتی میگیم نظام واپسگرا، در عمل این واپسگرایی رو مشاهده میکنیم که چگونه با چه هزینه این ملت رو حداقل 100 سال برگردوندن از نظر خواستهایی که داشتن به عقب. اگر که وقتی که اینا سر کار اومدن، این رژیم سر کار اومد، خب بسیاری از اولا که تمام منابع ملی رو در دست گرفتن، بسیارانی از اموال مردم رو گرفتن و الان این حاکمیت تمام منابع اقتصادی مملکت در دستشه که حدود 80% است و در کنار این منابع ملی که باز همینطور که میدونید ایران از ثروتمندترین دو کشورهای دنیا هست به خاطر این منابع ملی است، کار دیگری که کردن این اموالی رو که از مردم گرفتن و این بنیادهایی رو که به وجود آوردن که الان حدود 100 تا بنیاد است که در رأس آنها بنیاد مستضعفان و بنیاد آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد خمینی و الان تو هر شهری که برید هر نماز جمعه مسئول نماز جمعه بنیادی برای خودش درست کرد. خواهش میکنم از دوستان، من چون احساس میکنم این احساس منه، بعضا وقتی سوالاتی مطرح میشه دوستان فکر میکنن ما عداوتی داریم، دشمنی داریم. جالب اینه که ما دم از حقوق بشر دموکراسی میزنیم، باید سیاست داشته باشه جمهوری اسلامی، چرا باید شکنجه کنید، چرا وقتی به خودمون میرسیم وقتی سوالی میکنیم دیگه میشیم عزیزان شد بعد. چرا؟ چون انتقاد کرد، چون حرف زد. تو همین جمهوری اسلامی من حرف زدم، الان در بدرم تو همین آمریکا وقتی حرف میزنم در اپوزیسیون میشه عزیزان بعد. آقا این خطرناکه، مواظب باشید. حالا من سوالمو مطرح کنم چون میترسم وقت نرسه و از اونجا وقتم کنم. جناب آقای عبقری گرامی، با این مقدمه‌ای که عرض کردم 15 سال پیش بنا بر شاهدان عینی که وجود دارن و اگر شما قبول نکردید من چون مستند حرف میزنم شاهد و احضار خواهم کرد، البته اینجا دادگاه نیست فقط برای افکار عمومی. شما خواهش میکنم برای اجازه بدید سوالم تموم بشه، برای انتخابات ریاست جمهوری خاتمی صندوق میگذاشتید. میخوام بدونم شما چگونه به این تغییر و تحول رسیدی که اکنون این نقطه